چرا بعضی زنها فقط با حضورشون دل میبرن؟ راز پشت این جذابیت واقعا چیه؟ دل بردن یه هنر زنانه است، اما پشتش یه راز روانشناختیه. آماده کشفش کنیم؟ در دل هر زن یک الهه پنهانه، شخصیتایی که هزاران سال پیش هومر در ایلیاد خلقشون کرد. الهه‌هایی از یونان باستان که هنوزم در رفتار و جذابیت زنهای امروز نقش دارن و زندگی میکنن. اما اینها فقط الهه نبودن، بلکه تیپ‌های روانی زنانه بودن. آفرودیت، هرا، آرتمیس، پرسفون و هر کدوم نماینده یک نیروی درونی و یک امضای شخصیتی هستند. امروز روانشناسی مدرن هم همین تیپ ها رو در زنان واقعی امروز میبینه. زنهایی که با حضورشون، نگاهشون و حتی فقط سکوتشون تاثیر میذارن. توی این ویدیو قرار این تیپ ها رو بشناسیم که آخرینش اونیه که هیجان زدت میکنه و با دیدنش شاید با خودت بگی کاش منم اون بودم. اول با هرا شروع میکنم. الهه ازدواج و ملکه آسمان ها. هرا تایپ مخصوص زناشوییه. هراها زنان جذابی هستن که هر مردی با دیدنشون عاشق هرا میشه، چون هراها سرشار از زنانگی هستن و میتونن باعث خوشبختی و خوشحالی یک مرد بشن. اونها تو سکس مرد رو به اوج لذت و قدرت میرسونن، طوری که اون مرد خودشو در اون لحظه فرمانروای قدرتمند گیتی میدونه و این حس رو هرا بهش داده. حیرت انگیزه نه؟ این زنان جذاب علاوه بر این که میتونن باعث خوشبختی یک مرد بشن، میتونن باعث بدبختی اون مرد هم بشن. حتما میپرسین چطور؟ زنانی رو دیدین که مدام به شوهرشون گیر میدن که چرا دیر از محل کارت اومدی؟ چرا میری خونه مامانت؟ چرا رابطت رو با خواهرت تموم نمی کنی؟ چرا هنوزم رفیق بازی می کنی؟ چرا وقت تو فقط با من صرف نمی کنی؟ چرا مجردی تو کامل کنار نمیذاری؟ و اینها دقیقاً هرا هستن. تنها ایراد هرا اینه که انحصار طلبه، یعنی یه زندون میسازه و همسرش رو داخل اون زندون اسیر میکنه. بله، تا حالا به همچین زنایی برخوردین؟ تیپ شخصیتی بعدی که جدیت ازش میباره آتناست. آتنا الهه دانش و خرده. آتناها اون دسته از خانم‌هایی رو شامل میشن که رئیس مآبن، چون اینها درسشون رو خوندن و احتمالاً دکتراشون رو گرفتن، اونم با معدل 19-20 و آخ حالا اومدن تو بازار کار تا بتره کنن. آتناها زنان رئیس یا دستیار رئیس هستن. وقتی با یه آتنا صحبت میکنی، طرز رفتار یا حتی میمیک صورتش به تو این حسو میده که انگار داری با یک مرد صحبت میکنی. متاسفانه زنانگی آتنا تایپ ها خیلی پایینه، به شدت پایینه، چون آتنا اصلا اعتقادی به لوندی و دلبری از آقایون نداره و دلربایی رو عبث و بیهوده میدونه. از زنان دلبر هم بدش میاد. پیش خودش میگه که چی؟ دوست عزیزم، اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لایک و سابسکرایب یادت نره. الهه بعدی آرتمیس، الهه شکار و نماد استقلال. در اسطوره اومده که برادر آرتمیس با نقشه‌ای به آرتمیس میگه اون شکار رو میبینی از فاصله دور؟ بیا مسابقه بدیم و بزنیمش. آرتمیس که یک تیرانداز ماهر بوده فریفته نقشه برادرش میشه و معشوق خودش رو از فاصله دور با تیر و کمون میکشه. نمونه های امروزی آرتمیس فمینیستا هستن، یعنی زنانی که مدافع حقوق زنها هستن. وقتی جایی میشنوی که گروهی از زنان در مجلس یک کشور پیرهنشون رو در میارن تا جلوی دوربین به همه نشون بدن که بدن ما زنها هیچ تفاوتی با مردها نداره، بدون که این اشخاص همه آرتمیسن. آرتمیسا همون زنانی هستن که با مرد همیشه در جنگ و ستیزن. همیشه فکر میکنن که حق زنها پایمال شده و اونها باید حق از دست رفته زنان رو از مردها بگیرن. پس خودشون رو مثل یک مرد قوی میدونن. در واقع دشمن مردها هستن. آرتمیسا اصلا زنانگی ندارن. تون صداشون، هیکلشون، چهرهشون و حتی رفتارشون مشابه مرد هاست و از زنانگی کاملا تهیه.
آرتمیسا در وهله اول برای مردها جذابند، ولی به محضی که رابطه یکم نزدیکتر میشه مردهای قوی آرتمیس رو میذارن کنار و از رابطه میرن بیرون. تیپ شخصیتی بعدی سرچشمه ای از معنویته. هستیا. هستیا الهه آتشدان و آرامشه، زنان معنوی. هستیاها همون خانم هایی هستن که همیشه تو مجالس مذهبی حضور دارن یا یوگا و مدیتیشن انجام میدن. هستیا انرژیشون رو از معنویت میگیرن و این انرژی رو به اطرافیانشون هم میدن و اطرافیان با انرژی اینها انس میگیرن. اما همسر و فرزندان اینها نظر دیگه ای دارن، چون هستیاها کاری با شوهر و فرزند ندارن. اونا فقط دلشون محفل معنوی خودشونو میخواد. این خانم ها از زنانگی تقریبا بی بهره موندن و مادران خوبی هم نیستن، چون همیشه تو سفرهای زیارتی هن و وقتی برای همسری و مادری نمیذارن. و بعدی دیمیتر، الهه رشد و حاصلخیزی. زنانی که به معنی واقعی مادرن دیمیتر هستن. اونا هیچ وظیفه‌ای برای خودشون در دنیا قائل نیستن مگر فرزندآوری و رشد و پرورش فرزند. اونا اگه تمایلی نسبت به برقراری رابطه با مردها نشون میدن فقط برای فرزندآوریه ولا غیر، و اینکه همسرشون پول به اونا بده تا اونا بچه ها رو بزرگ کنن. دیمیترها نقش همسری فعالی ندارن، چون اصلا یادشون رفته که همسرن. اونا مدام به مادر بودنشون میپردازن. پس برای اونها جای بچه روی تخته، اما جای شوهر روی کاناپه است. میرسیم به پرسفون، الهه بهار. دختر دیمیتره. دیمیتر هر لحظه به پرسفون سرویس داده و اجازه نداده تا دخترش پرسفون تجربه به دست بیاره و چالش‌های زندگی رو باهاشون روبرو بشه. در واقع دیمیتر همیشه یه دیوار امن دور پرسفون کشیده و نذاشته تا دخترش دنیای بیرون رو تجربه کنه. با این شرایط دیمیتر باعث شده تا دخترش یک موجود لوس تهی منفعلی بار بیاد که توانایی تصمیم گیری نداره. میتونستی بیشتر دخترایی که میبینی پرسفونن؟ از اونجایی که پرسفونا کمتر از عقل و درک و فهمشون استفاده میکنن، در خصوص رابطه با پارتنر اسلیو میشن و مردها به راحتی میتونن از پرسفون سوء استفاده کنن و هر بلایی سرشون بیارن پرسفونا اوکی‌ان. وحشتناکه. اما بگم که تو این وضعیت بد پرسفون یه خبر خوشی هست که آخر ویدیو بهت میگم. حالا میرسیم به اون بخشی که قولشو داده بودیم. آفرودیت. آفرودیت الهه عشق و زیبایی و شور جنسیه. آفرودیت ها زنان جذابی هستند که ذاتاً دلبرن. یعنی هر مردی اگه یک بار با آفرودیت در ارتباط باشه دیگه بدبخت میشه، چون هیچ زن دیگه ای رو به اندازه اون آفرودیت جذاب و دلربا نمیبینه. زیبایی و جذابیت آفرودیت ها اصلا ربطی به چهره و اندامشون نداره. شاید یک خانومی باشه 120 کیلو باشه، قد کوتاه باشه، ولی آفرودیت باشه، چون اون زیبایی و زنانگی و دلبری کاملا درونیه. یعنی یک انرژی زنانه قوی از درون آفرودیت شعله‌ور میشه و به بیرون پخش میشه. آفرودیت اگه در یک جمع یا مهمونی حضور داشته باشه، بدون تلاش خاصی توجه همه مردهای اون جمع رو به خودش جلب میکنه. به همین دلیل زنهای دیگه با آفرودیت دشمن میشن، چون اونا نمیتونن این مقدار از زنانگی رو درک کنن. آفرودیت رو تنها میذارن و آفرودیت تقریبا هیچ دوست زنی نداره. اما تا دلتون بخواد مردها عاشقشن و هیچ وقت تنهاش نمیذارن. مثل پروانه دور آفرودیت میچرخن. خب بچه ها، با تیپ های مختلف زنان آشنا شدیم. حالا وقتشه یه سوال مهم بپرسم. کدوم یک از آرکیتایپ ها بیشتر باهاتون حرف زد؟ تو کامنت ها برام بنویسین. و حالا اون خبر خوشی که گفتم. از اونجایی که خیلی از دخترها پرسفون هستن، خام، بی دست و پا و بازیچه مردها یک لحظه بیداری تو زندگیشون هست. یه نقطه آگاهی که اونا رو از یک موجود خام بکر دست و پا چلفتی تبدیل میکنه به یک ملکه. زنی آگاه، قدرتمند که هم رتبه پادشاهه و هیچ کس نمیتونه به مقامش تعرض کنه.
تو ویدیوهای بعدی مفصل راجبش میگم. از اگه هنوز پرسفون هستی بدون که این پایان تو نیست، این فقط یک شروعه.